سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. به کانال یوتیوب من خیلی 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 خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام یه سری تجربیاتم، یه سری توصیه ها و یه سری توضیحات راجع به سفارش گرفتن بهتون بدم. این ویدیو میتونه واسه اونایی که تازه میخوان سفارش گرفتن شروع کنن یا اوایل کارشون خیلی مفید باشه. میتونه واسه بقیه هم مفید باشه، حالا نمیدونم، بگیریم ببینیم چه جوریه. کاری که من کردم و شما نکنید. No, God! No, God, please, no! واقعا میگم. منظورم چیه؟ اوایل کارتون، وقتی هنوز کارتون اونقدری حرفه‌ای نشده، سفارش نگیرید. مثال میگم، من دومین کار سیاه قلممو سفارش گرفتم. بله، دومین کارم بود. یه سفارش آسه گرفتم، 2 چهره بود توش. طبیعتا پول زیادی هم نگرفتم واسش، پول خیلی کمی گرفتم. میتونم بگم الان 10 برابر اونو میگیرم. ولی خب قبول کنید که این موضوع منطقیه که یک نفر میاد به شما سفارش میده و بابتش یه هزینه‌ای به شما پرداخت میکنه و قطعا انتظارم داره که کاری که تحویل میدید خوب باشه. دیگه حالا اما از اون مشتریایی که خیلی ریزبین و دقیقن و از هنرم چیز زیادی نمیدونن و انتظار دارن عکسی که برای شما میفرستن شما هم فتوشاپ کنید، یعنی توی نقاشی‌ها، و به اصطلاح پرینت شده عکس رو تو قالب نقاشی بهشون تحویل بدید. این دیگه کارشون خیلی سخت میشه. برای همین میگم یه خورده حرفه‌ای تر شدین بعد سفارش بگیرین. دومین حرفی که میخوام بهتون بزنم این که قبل از اینکه شما سفارش رو ثبت کنید و هزینه رو دریافت کنید، باید تمام توضیحات راجع به کارتون رو به مشتریتون بدید و مشتری باید از همه چی مطلع باشه. بعد سفارش رو بگیرید، هزینه رو بگیرید و ثبت کنید. حالا چه اطلاعاتی باید قبلش به مشتری بدین؟ اولین چیزی که باید به مشتری بگین اینه که چند روزه کارش رو تموم میکنید. مثلا من تو بازه زمانی این روز تا این روز کار شما رو تموم میکنم، یا من 10 روزه کار شما رو تموم کنم. حالا 2 تا 3 روز یا چه میدونم یه هفتم کار پست بقیهش، مثلا تا این روز دیگه کار به دست شما میرسه. دومین چیزی که باید مشتری بدونه قبل از ثبت سفارش، این چیزی که من همیشه به مشتریان میگم که بسته به عکستون، کیفیت عکستون، نور عکستون، زاویه عکستون و تعداد ویژگی‌های دیگه، نقاشی 85% تا 95% شبیه به عکس شما میشه. یعنی قرار نیست 100% شبیه عکس شما باشه و پرینت گرفته نمیشه. قشنگیش به همینه. مثلا نقاشی کار دسته، قشنگیش به همینه که کپی شده کامل نباشه. یعنی این نظر شخصی منه. خیلی هم هستن کامل مو به مو، جز به جز، تار مو به تار مو شبیه عکس کشن. ولی نه، من همیشه این اطلاعات رو به مشتری میدم که قرار نیست 100% شبیهش بشه و این رضایت رو میگیرم. بعد من سفارش رو ثبت میکنم. یه توضیحی هم راجع به این که گفتم عکس 85% تا 95% شبیه کار میشه بگم. اینم حتما همیشه به مشتری‌ها قبلش میگم. اینجوری نیست که شما عکس رو ببینید کلی تغییر حس کنید. اصلا یه سری تغییرات جزئی ریز که کسایی که خیلی ریزبین باشن یا کارشون این باشه متوجهش میشن. ولی در اصل شما نقاشی رو ببینید، چه بسا خیلی از مشتری‌ها مثلا کارا رو دیدن گفتن این حتی از عکسش هم قشنگ‌تره. یه اون موقع خیلی حال میده این حرفو بشنوید. این از این. سومین چیز بر اساس تجربیات خودم اینه که شما فتوشاپ کار نیستید، شما نقاشید و مشتری باید این موضوع رو متوجه باشه. مثلا یه عکسی داره، میخواد یه چیزهایی توی عکس هست شه. اون چیزها حالا مثلا چه میدونم یه عینکی روی سر باشه، یه گل سری باشه، یا یه دستبندی باشه، یه گردنبندی باشه، اونا رو میشه حذف کرد. ولی اینکه مشتری بیاد بگه چروک وسط ابروی منو بردار، یا نمیدونم چال اینجا وقتی خندیدم رو بردار، جوش اونجا رو بردار، فلان کار کن، به هیچ وجه این کار رو انجام ندین. چون شاید که قطعا همون یه دونه چروک چنان تغییری تو کار شما ایجاد میکنه یا ممکنه اصلا خود مشتری بیاد بگه چرا اونو برداشتی، اصلا شبیهش نیست. در این حد هیچ وقت اینجور تغییرات رو به نظر من لحاظ نکنید و بهشون بگید که نمیشه. اگر مایلن میتونن عکسشون رو فتوشاپ کنن، بعد واسه شما بفرستن، شما از عکس فتوشاپ شده نقاشی کنید. این کارا رو نکنید. میگم که حتی شده یه قوز دماغ، حتی خیلی کوچولو باشه، یا هر چیزی، چروک، قوز،
هر چیزی اصلا تغییر ندید. اینجور مدل تغییرها رو اصلا تغییر ندین این موضوع رو، چون اون تغییر کوچولو که شما انجام میدید یه تغییر بزرگ توی چهره ایجاد میکنه و خیلی بد میشه. خود مشتری هم مطمئنم بعدش راضی نمیشه و از شما ایراد میگیره. به نظر من خودم بیشتر وقتا این کار رو انجام نمیدم، حالا یه سری وقتا هم انجام میدم. از مراحل کار عکس نفرستید برای مشتری. میتونید وقتی تموم شد عکس تموم شدهش رو فرستادید، مراحلم بفرستینا، ولی وقتی هنوز تموم نشده از نظر من نفرستید، چون یه سری مشتری ها هستن نمیدونن مراحل کار به چه صورته و فکر میکنن مثلا دومین مرحله‌ای که شما انجام دادید دیگه مثلا الان یه خورده دیگه کار کنید دیگه تمومه و یه جورایی دلسرد و ناامید میشن، چون اونایی که خودشون نقاشی کار میکنن میدونن مثلا ممکنه نقاشی از یه آستر خیلی بد تبدیل بشه به یه شاهکار فوق‌العاده. اینجوری بهتون بگم. ترجیح من اینه که ارسال نکنید. یه دفعه مثلا بگید من فلان روز عکس تموم شدهشو واسه شما میفرستم. اینجوری. حالا اگه هم خواستید میتونید ارسال بکنید. و موضوعی که میتونم بارها و بارها بهش تاکید کنم اینه که قدر کارتون رو بدونید، مخصوصا از نظر مالی. شما کاری که انجام میدید بسته به سطح کارتون، وسایل و ابزاری که برای کار ازش استفاده میکنید، این حالا فرق نداره، این فقط تو حوزه نقاشی نیست، هر چیز دیگه ای. شما یه چیزی بسازین، یه خدماتی ارائه بدین، هر چیزی. حالا من دارم الان راجع به نقاشی صحبت میکنم. بسته به متریال و ابزاری که استفاده میکنید، سطح کارتون و مدل کارتون و هر چیز دیگه ای قیمت تعیین کنید. حالا نه خیلی گرون یا نه خیلی ارزون. مثل کاری که من اوایل کارم انجام میدادم خیلی ارزون، مثلا من سفارش میگرفتم خیلی ارزون، یعنی بگم باورتون نمیشه اصلا، یعنی حتی ممکن بود من هیچ سودی واسه هیچ کاری نکنم، حتی ضررم بکنم در این حد. یعنی هر چی پول بوده رفته واسه درست شدن کار، چه میدونم واسه وسایل کار. چی میگم؟ این کارو نکنید. بشید حساب کنید چقدر خرج داره این کار، چه وسایلی باید خریده شه، چه وسایلی تموم میشه، سطح کار شما چیه، یا هر چیز دیگه، هر عوامل دیگه. قشنگ بشید حساب کنید. حالا یه دستمزدی هم برای خودتون در نظر بگیرید، چون به هر حال کار دسته و خب ارزشمنده. یه دستمزدی هم برای خودتون در نظر بگیرید، بذارید روی خرج ها و به مشتری قیمت بدین. حالا از اون برم گرون قیمت ندین. کاری که من چند وقت پیش انجام میدادم و خودم متوجه شدم و اصلاحش کردم. از اون ور افتاده بودم، یه بار از این ور بوم، یه بار از اون ور بوم. اون اولا خیلی ارزون فروشی می‌کردم، یه تایمی بود دیگه خیلی گرون میگفتم، در حدی که مثلا خیلی سفارش نمیدادم، مثلا از هر 10 نفر شاید 2 نفر سفارش میدادم. ولی دیگه خب خدا رو شکر الان در حالت نرمالی هستم. همه چیزو در نظر بگیرین و بعد ثبت سفارش بکنید. و یه سری دیگه از تجربیاتم بخوام بهتون بگم، هیچ وقت دلسرد نشین. هر اتفاقی افتاد، ممکنه کار شما خیلی خوب باشه، از نظر 10 نفر کار عالی باشه، ولی مشتری شما خیلی دیگه ریزبین باشه و میگم خیلی دیگه انتظار زیادی از شما داشته باشه، هم نسبت به اون مبلغی که داده و هم نسبت به کار دست دیگه. شما هم از قبل توضیحاتو بهش دادین، ولی باز اون مشتری ریزبینیه و ممکنه با حرفاش شما رو دلسرد کنه، ولی شما به هیچ عنوان دلسرد نشین، چون به نظر من هر نقاشی تو هر سطحی که باشه، حالا من خودم تجربهش کردم دارم میگم، شاید کسای دیگه یه مدل دیگه تجربه کرده باشن، ولی همه تجربه رو کردیم. حتی ممکن بوده کار من خیلی خوب بوده باشه، ولی خب مشتری من انقدر ریزبین بوده که ایراد گرفته. حالا یه سری محترمانه ایراد میگیرن، ولی یه سری هم با فحاشی و هم با حرفهای ناامید کننده و دلسرد کننده ایراد بگیرن از کار و باعث بشن شما ناامید بشین و فکر کنید اصلا کارتون خوب نیست و شما خوب نیستین. ولی هیچ وقت دلسرد نشین. و اینکه گفتم دیگه هر نقاشی تو هر سطحی باشه، من چه اون موقعی که کارم خوب نبود، یعنی خب اوایل کارم بود، چه الان که خب خیلی بهتر از قبله، نمیگم عالیه، چون تو هر جایگاهی باشی، تو هر سطحی باشی، باز هم راههای جلو روت هستن که بتونی بری بهتر بشی. میگم هم مشتری خوب هست، حالا خوب و بد که نمیشه بهش گفت، هم مشتری هست که اوکیه و هم مشتری هست که خب خیلی ریزبینه و
ایرادات الکی میگیره و یه سری هم هستن شما باید انتقاد پذیر باشید، چون بالاخره دارن به شما سفارش میدن و یه هزینه‌ای رو بابتش پرداخت میکنن. اگه واقعا انتقاد اونا درست باشه شما باید اشتباهتون رو بپذیرین و اصلاح کنید اشتباهاتتون رو. ولی اگه دیدید منطقی نیست و درست نیست انتقادشون، میتونید خیلی محترمانه، در هر صورت شما اونا هر گونه که با شما صحبت کردن، چه غیر محترمانه چه محترمانه، شما باید محترمانه بهشون توضیح بدین و جوابشون رو بدید، چه منطقی بود و چه غیر منطقی. اگه منطقی بود که شما باید اشتباهتون رو بپذیرید، عذرخواهی کنید و جبران کنید، حالا اشتباهتون رو درست کنید. اگه هم غیر منطقی بود شما باید خیلی منطقی و با احترام باشون صحبت کنید و به این نتیجه برسونید که اوکیه این کار، مثلا این ایرادی که شما میگید درست نیست، منطقی نیست. آره. و همین، هیچ وقت دلسرد نشین به نظرم، چون من خودم خیلی وقتا شدم و بعد دوباره هی ادامه دادم. الان به شما میگم که واسه همه هست این چیزا، یعنی حتی اونی که بهترین کارا هم داره ممکنه یه سری مشتری داشته باشه که ازش راضی نباشن. خلاص شما نمیتونید همه رو از خودتون راضی نگه دارید، ولی تمام تلاشتون رو بکنید که مشتری‌ها رو از خودتون راضی نگه دارید. ولی حالا از اون وسط اگه از هر 10 نفر چه می‌دونم یه نفر در رفت مثلا راضی نبود، اوکیه، دلسرد نشید. و اینم بدونید وقتی شما یه اثری رو خلق میکنید، یه طراحی میکنید، یه نقاشی میکشید، حالا یه چیزی درست میکنید، وقتی شما حس خوبی به اون کار داشته باشید که خودت داری درستش میکنید، تو باید حس خوبی به کارت داشته باشی. 4 نفر دیگه هم وقتی ببینن قطعا حس خوبی به کارت دارن. ولی اگه خودت با حس بد اون کار رو انجام بدی و خودت حس خوبی به اون کار نداشته باشی، قطعا انتظار نداشته باش از 4 نفر دیگه وقتی میبینن اونها هم حس خوبی داشته باشن، چون تو خودت حس خوبی به چیزی که درست کردی نداری. اینم از این. اگر بخوایم یه نتیجه گیری کلی بکنیم، بذارید کارتون حرفه‌ای شه، بعد سفارش بگیرین. قبل از اینکه سفارش رو ثبت کنید تمام توضیحات راجع به نحوه کارتون رو به مشتریتون بدین و قدر کارتون رو بدونین. دیگه چیا گفتم؟ حس خوبی نسبت به کارتون داشته باشین، تمام تلاشتون رو بکنید که مشتری رو راضی نگه دارین، با احترام برخورد کنین، رو حرفتون وایسین. مثلا گفتید تو انقدر روز فلان جور تحویل میدم، دقیقاً طبق حرفاتون عمل کنید. و اینکه همیشه اوکی راحت باشین دیگه. مثلا اینکه حالا دل سرد بشید بابت یه سری حرفا اگه اوکی نبود طبیعیه، ولی اینکه نخوای ادامه بدی و واسه همیشه بذاری کنار، اون غیر طبیعیه. و در کل زندگی همینه دیگه، تجربه کنید و لذت ببرید. به نظرم دیگه حرف دیگه ای نمیمونه. حالا اگرمون تو ویدیوهای بعدی بهتون میگم. و اینکه دوستتون دارم. خدافظ.